خب شبتون بخیر باشه. متشکرم که بیننده تهران 20 هستید. ما در رابطه با صنعت ساختمان و مسکن و اینها که صحبت می‌کردیم، آخرین جلسه‌ای که اگر خاطرتون باشه به این موضوع پرداختیم، به این رسیدیم که ما اگر صنعت ساختمان رو به شکل یک صنعت نگاه بکنیم که تو دنیا اینجوری نگاه میکنن و میگن این صنعت پیشران، کلی لوکوموتیو، کلی شغل ایجاد میکنه، کلی زنجیره ارزش ایجاد میکنه، اون وقت خیلی متفاوت خواهد بود سیاست گذاریمون. اگر چنین صنعتی و چنین نگاهی به ساختمان داشته باشیم، اون وقت میتونیم از ورود این صنعت به حوزه گردشگری صحبت بکنیم، میتونیم از سرمایه‌گذاری‌های این صنعت توی حوزه گردشگری و اثرات صحبت بکنیم. امشب میخوایم به ظرفیت صنعت ساختمان نگاه بکنیم و سرریز اون یا کمک اون یا سرمایه‌گذاری که تو این حوزه انجام میشه برای کمک به گردشگری بپردازید. دو مهمانی که در استودیو خدمتشون هستیم و خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که ما خیلی وقت پیش 2-3 سال پیش در کسوت استانداری تهران خدمتتون بودیم. آقا خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. سلامت خوشحال باشید. شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت بینندگان تهران 20 و تشکرم میکنم از جناب عالی و همه دستاندرکاران که این برنامه رو هماهنگی کردن. سلامت باشید. این مقدمه بگم که اصلا صنعت گردشگری فراتر از صنعت ساختمان هست. صنعت ساختمان جزئی از صنعت گردشگری است، چون یکی از صنعت اشتغالزا ارزآور دنیا محسوب میشه. بسیار خوب. و جناب آقای مهندس جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان تهران که خوش آمدین. خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، شما و مهمان عزیز. خیلی ممنونم. آقای دکتر بندپی شروع کردم بحث رو، پس همون رو ادامه بدیم که اون هم بحث صنعت گردشگری، ظرفیت‌هایی که داره و بعد حالا میایم سمت آقای مهندس جوزی واسه بشیم به صنعت ساختمان. بفرمایید. خب گردشگری یک اهمیت ویژه‌ای در دنیا پیدا کرده که شما اگر نگاهی به درآمد کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی و همین دور و بر هولوش خودمون هم نگاه بکنیم، می‌بینیم که دیگه به درآمد نفت و درآمدهای دیگه و صنعت خودرو اینا تکیه نکردن، بیشتر اومدن از همین جاذبه‌ها و ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که در گردشگری داشتن استفاده کردن. اهمیت گردشگری به همین دلیل دارای کارکردهایی است که هم اقتصادی است، هم اجتماعی است، هم سیاسی است، هم فرهنگی است. بله. و فراگیر در همه لایه‌های اقشار جامعه. میتونه اشتغالزا باشه، ارزآور باشه، هویت‌زا باشه، با معرفی آثار ملموس و ناملموس ما. و خدمت شما بگم که میتونه در تبلیغات ایران هراسی که بر علیه ما راه انداختن با دیپلماسی نرم اونها رو خنثی بکنه و در ارتقای سلامت روان نقش بسیار ارزشمندی رو ایفا بکنه. با همین کارکردها ما کشور جذابی هستیم در همه زمینه‌ها. ما برای هر سلیقه‌ای در دنیا، برای هر گردشگری جاذبه داریم. اونایی که به دنبال به اصطلاح آثار تاریخی و فرهنگی باشن، میلیون ها آثار تاریخی در این کشور وجود داره. ما 28 آثار ملموس رو ثبت جهانی داریم. تو قسمت آب و هوایی، اقلیم، یکی از کشورهایی هستیم که 4 فصل رو در آن واحد داریم. شما الان در همین سرمایی که الان تهران اشاره کردیم، در قسمت‌هایی از جغرافیای این کشور بسیار زیبا و جذاب میتونید با بالاخره برید دریا شنا بکنید. اینم یکی از تو گردشگری سلامت یک ارزش نسبی داریم که ما در رده‌های مختلف و در تخصص‌های مختلف رشته پزشکی سلامت هستیم. این ظرفیت داریم که گردشگر پذیرش بکنیم. در طبیعتمون کبیرهایی داریم که برای طبیعتگردی هست. در بومگردی‌ها روستاهای جذاب و بکری داریم. 35,000 روستای ما یه ویژگی‌هایی دارن که در بومگردی میتوانیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. روی هم رفته برای هر سلیقه‌ای. خب گردشگری زیارتی ما 350 میلیون شیعه در دنیا داریم. 1% اونها هم بتوانیم برای اماکن متبرکه ما وارد کشور بکنیم، میشه 3.5 میلیون نفر. بله. اینا ظرفیت‌هایی است که در کشور وجود داره و واقعا ظرفیت‌های ارزشمندی هست که برنامه‌ریزی داریم که انشالله در معرفی اونها، در همونطوری که
در نشون دادن به تصویر کشوندن اونها از همه ظرفیت‌های تبلیغاتی که وجود داره و یکی از این برنامه شماست که بخوام تشکرم می‌کنم و از مهمان آقای مهندس هم من تشکر می‌کنم که بالاخره صنعت ساختمان هم با توجه به که یکی از زیرساخت‌های بسیار مهم اساسی در صنعت گردشگری هست مشغول فعالیت هستم و در این زمینه داره کار می‌کنه. نمایشگاه خوب بود آقای دکتر؟ یکی از حالا شما باید بررسی کنید. شد من امسال نتونستم، پارسال بودم خیلی خوب و باحال. این نمایشگاه برای اولین بار اختصاص پیدا کرد به نمایشگاه گردشگری. آره. یعنی شما همه سالن‌های نمایشگاه دائمی رو ما برای فقط گردشگری در اختیار قرار دادیم و خب 12 هیئت خارجی داشتیم، 10 غرفه کشورهای خارجی رو در اینجا داشتیم، گردشگری خوراک 2 تا سالن داشتیم، گردشگری سلامت، قطب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش خصوصی ورود بسیار بسیار جدی داشتن. مقامات خارجی در تقریباً در قالب 15 هیئت وارد کشور شده بودند. گفتگوهای انجام شد، 700 بسته سرمایه‌گذاری و 1600 فرصت به اصطلاح سرمایه‌گذاری در نمایشگاه عرضه شد. ما امسال یک کاری کردیم، بخش خصوصی رو بیشتر وارد میدون کردیم، خودمون بیشتر کمک کردیم، تسهیلگر بودیم و حمایت کردیم که در اختیار بخش خصوصی ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که واقعاً بخش خصوصی ما فعال هستند، پویا هستند و دارای نبوغ و استعداد بسیار خوبی داشتن، خودشون اومدن با واقعا وارد کار شدن و یکی از پربیننده ترین نمایشگاهی بوده که در صنعت گردشگری تا با امروز داشت برگزار شده. آقای مهندس جزئی شما چجوری دیدید ظرفیت‌های گردشگری رو تو نمایشگاه؟ نمیدونم بودید نبودین، این بسته ها رو ارزیابی کردید یا نه؟ بفرمایید. بله خیلی عالی بود. منم خیلی موافقم با آقای دکتر محسنی بنده‌پی در ارتباط با ظرفیت کشورمون، ظرفیت گردشگری کشورمون. واقعا یک کشور پهناور و زیبا و با صحنه‌ها و مناظر بی‌بدیل داریم که بسیار میتونیم جذب سرمایه کنیم و بسیار میتونیم درآمد داشته باشیم و واقعا هر جای ایران رو دست میذاریم میتونیم جذب گردشگر خارجی بکنیم و حتی گردشگر داخلی. و اینکه واقعا صنعت ساختمان بخشی از صنعت گردشگری، کاملا درست می‌فرمایید آقای دکتر. اونقدر بخش و صنعت گردشگری در دنیا بزرگه و پول‌های بزرگی در این زمینه داره جابجا میشه که اصلا واقعا بخش ساختمان واقعا میشه گفت جزو این بخش. و حالا الان ما یه بار دیگه با هم گپا گفتیم تو این حوزه داشتیم، تو این حوزه‌ای که داریم. خب این ظرفیت بزرگ، این کشور با این همه فرصت برای گردشگری، آیا صنعت ساختمان ما تونسته به اندازه کافی ورود کنه؟ مجوزهایی میخواسته؟ نمیدونم ظرفیت رو ما خوب استفاده کردیم یا نه؟ عرضم به خدمت شما که اخیراً با ابلاغ برنامه پیشرفت هفتم خب برنامه رفت به سمتی که با نگاهی به بخش خصوصی خوشبختانه و انگیزه برای بخش خصوصی برای احداث پروژه‌های گردشگری، یکی از من همیشه میگم یکی از شاهکارهای واقعا برنامه هفتم در ارتباط با گردشگری پروژه‌های ترکیبی بود که در حقیقت میتونه این پروژه‌ها توسعه‌گران رو فارغ از منابع مالی دولت کنه. پروژه‌های تعریف بشه که بخش‌های مختلفی داشته باشه، تجاری داشته باشه، مسکونی داشته باشه. عرضم به خدمت شما که به هر حال توسعه‌گر با پیوست‌های مختلف یک پروژه رو میسازه، بتونه تامین منابع مالیش هم فقط صرفاً از طریق وام نباشه و خود پروژه کل پروژه رو بتونه تامین کنه. این واقعا بسیار عالیه و از آقای دکتر اتفاقاً قبل از اینکه برنامه شروع شه من خواهش کردم که این آیین‌نامه‌های گردشگری رو چون یعنی زودتر ابلاغ کنن، به دلیلی که پروژه‌های خیلی زیادی در صفه، یعنی پروژه‌های زیادی میتواند شروع بشود، این همه اشتغال ایجاد بشه و همه در صف این پروژه در حقیقت برنامه ابلاغ آیین‌نامه ترکیبی از طرف وزارت میراث فرهنگی. آقای تو کی آیین‌نامه ابلاغ میشه؟ والله همونطوری که آقای مهندس به درستی اشاره کردن، ببینید شما وقتی مؤلفه‌های مؤثر در صنعت گردشگری رو حساب کنیم،
یکی جذابیته که هممون اذعان داریم که کشور زیبا و قشنگ و پرجاذبه ای هستیم. دومیش زیرساخته. زیرساخت در ابعاد مختلف. قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیف کرده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رو مکلف کرده که 500 هتل به هتل‌های 1450 هتل موجود کشور اضافه بشه. این سالی 100 هتل رو ما بتوانیم به هتل هامون اضافه بکنیم. خب واقعیت اینه که با توجه به محدودیت‌های مالی و اعتباری که در کشور وجود داره، خیلی از این هتل ها نیمه کاره موندن و خیلی هم انگیزه برای ساخت هتل جدید وجود نداره. قانون برنامه هفتم پیشرفت مواد 82 و 83 اختصاص پیدا کرده برای اولین بار در قانون برنامه توسعه کشور به فصل گردشگری یک فصلی اضافه شده. بله. در این فصل اومده گفته که ما تأسیسات ترکیبی رو تو دستور کار قرار بدیم. یعنی که برای اینکه یک سرمایه‌گذار، یک توسعه‌گر وقتی داره محاسباتش رو انجام میده، صرفا برای هتل بخواد برنامه‌ریزی بکنه، شاید نه اون اعتبارات کافی ما داریم که بهش ما الان تقریبا 2700 پروژه داریم، 570,000 میلیارد تومان برای اتمام این پروژه ها هم بخش خصوصی است. اعتبار نیاز است. پروژه های بالای 90% ما 161 پروژه داریم. بالای 90% که اینا خودشون تقریبا 80 همت پول اعتبار نیاز داره. خب بنابراین در چنین مواردی باید از تجربیات کشورهای موفق استفاده کنیم. بله. خب یکی از کشورهای ایتالیا است، اسپانیا است، کشورهایی که تقریبا سرآمد هستن در جذب گردشگر. این بود که در بند جیم ماده 83 اومد تأسیسات ترکیبی، یعنی یک سرمایه‌گذار میتواند قسمتی از ساختمانی که در دست احداث دارد رو برای غیر مقاصد هتل به کار بگیره و استفاده بکنه. حالا میتونه آپارتمانش کنه، میتونه به صورت تجاریش کنه، میتونه مسکونیش کنه، میتونه بازارش کنه، میتونه به هر حال بانک هم کفش بکنه. این اجازه رو داد. الان در کار کارشناسی اتفاقا از آقای مهندس ما استفاده کردیم از تجربیاتش که تو صنعت فعال بودن. ما از همه دوستان و عزیزان بخش خصوصی در تدوین این آیین‌نامه‌هایی که در قانون برنامه هفتم هست، از فکر اینها، از اندیشه اینا واقعا کار کردن، میدونن چی استفاده کردیم و تقریبا از نظر ما تمام شده است. داریم به کمیسیون اقتصادی دولت. کمیسیون اقتصادی دولت هم کار کارشناسیش به من خبر دادن که تمام شده. در دستور کمیسیون فرعی اقتصاد هست که من نماینده وزارتخونه هستم، هم در کمیسیون فرعی هم در کمیسیون اصلی، که تلاش ما این است که انشالله هر چه زودتر خیلی از متقاضیانی که به دنبال این هستند که این مجوز بر اساس این آیین‌نامه کارشون رو شروع بکنن بیرون بیاد، که یک رونقی به ساخت سازهای هتل‌های کشور داده بشه و اون تکلیفی که قانون زمان بندیش کی میشه آقای؟ مثلا 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه. اون چیزی که ما از خدامونه که بالاخره هر چیز زودتر بیاد. چون کی چوبلا؟ نه چوب هیچ کس نیست. هیچ کس نیست. نه هیچ کس. همه این روال اداره. نه این فقط اگه تعطیل نشیم میگه آقای دکتر تعطیل میشه کار عقب. دو سه تا مواد دیگه هم داریم که مثلا معافیت‌های گمرکی دادیم برای تجهیزات گردشگری. شاید اون جاهای جایی باشه که ارز چجور کمی طولانی بشه، ولی این قسمت هیچ مخالفی نداریم. خب الحمدلله. هم نداریم، هم دبیر کمیسیون اقتصادی دولت پشتش آقای تقوی نژاد، این که دبیر هیئت دولته، بله، زیر مجموعه آقای دکتر تقوی نژاد، آقای دکتر سیامی و رئیس کمیسیون هم که آقای دکتر همتی است. هر دو این بزرگوار دنبال این هستن که این زودتر بیاد. متأ خب یه سری از قبل مونده. من گفتم کمیسیون کار کارشناسیش تمام شده است. آقای همتی اخت سرشون روزا شلوغه، نمیدونم حالا چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی خب حالا پس ان شاءالله برای یه چیزی کنیم، یه کاری انجام بدیم که ان شاءالله این ور سالیه اگر میگید اینقدر همه چیز آماده است، شاید مصوبهش رو بگیریم انجام بشه ها. نه این ور سال نمیشه. نه چون یه سری کارهای از قبل مونده بود، اونها تو یعنی
دستور کار هست. خیلی ان شاءالله تو اردیبهشت خرداد در میاد میشه. خوب شد. اردیبهشت خرداد هم از آقای دکتر محسن بندپی قولش رو گرفتیم، ان شاءالله که با آقای دکتر کمک میکنیم. خیلی خوب آقا، نظر شما چیه؟ من فکر میکنم یعنی اگر بتونیم این آیین‌نامه رو انجام بدیم، اون وقت دوباره آقای مهندس جوزی توپ برمیگرده تو زمین شما. یعنی این به این معناست که دولت میگه من زمین رو آماده کردم، بستر رو آماده کردم، حالا بخش خصوصی باید بیاد و وارد کار بشه. ببینید آقای دکتر محسن بندپی اشاره کردن به مشکلات و تنگناهای مالی تو این حوزه. بخش خصوصی میخواد چیکار کنه؟ تو این حوزه گیر و گرفتی نداریم که باز بعداً بگیم حالا اینم رفت بشه. عرض به خدمت شما که بخش خصوصی که در حقیقت مخاطب ماست در ارتباط با پروژه‌های ترکیبی به منابع مالی دولت کاری نداره. اصلا پروژه ترکیبی تعریف شده خوشبختانه با این درایت بسیار زیبا تعریف شده بابت اینکه دیگه بخش خصوصی کاری به منابع مالی دولت نداشته باشه و واقعا هم نداره. ما قضایای دیگه داریم، در حقیقت درخواست‌های دیگه داریم. همین قضیه شناخت توسعه‌گر که بارها صحبت کردیم که ما خوشبختانه این آیین‌نامه دیده شد آقای دکتر آقای مهندس توسعه‌گر اتفاقا تنها قسمتی از کل قوانین ایران که توسعه‌گر رو یه جورایی رسمی میشناسن صنعت گردشگری. خیلی جالب. حالا با این پیشنهاد پیشنویس قانون توسعه‌گری که ما خدمت سران سه قوا و رئیس کمیسیون عمران مجلس و رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دادیم، ان شاءالله این پروسه شناخت توسعه‌گر بره جلو، خیلی از موانع ما برطرف میشه. آیتم بعدی رفع موانع، پیرو فرمایش مقام معظم رهبری، تسهیل و سرعت این صدور مجوزات، یعنی حذف چرخه مجوزات. آقای دکتر، یک پروژه گردشگری مرتب بین گردشگری، بنیاد مسکن، اداره راه و شهرسازی چرخ میخوره، دوباره برمیگرده. کمیته هایی رو ما شرکت کردیم که در این کمیته بالغ بر 30 نفر کارشناس نشسته بود. خب اگر ما میخوایم یک پروژه‌ای رو راه بندازیم، خب 30 نفر شما چطور میتونین هر 30 نفر رو متقاعد کنید؟ برزم میرسید؟ بله. به نظر در همه جای دنیا یک ارگان، یک نهاد، یک وزارتخونه مسئولیت این رو به عهده میگیره که تمام پیوست‌های پروژه رو رعایت کنه، مثل وزارت گردشگری یا حتی وزارت راه، فرق نداره. این که شما از همه نظر میپرسی، این همه استعلام برای یک پروژه، این همه چرخه استعلام، به هر حال شما حساب کنید. بله. ما توسعه‌گریم، انجمن صنعتی ساختمان هم که مجموعه توسعه‌گراست. شخص من برای یک پروژه، شخص من بیشتر از 2 سال من آقای دکتر در جریانم و هنوز این داستان انجام نشد، در صورتی که در کشورهای خیلی نزدیک ما این عملیات خیلی میتونه در فکر کنم یکی دو ماه، نمیدونم 3-4 هفته این قضیه حل شه. موقع که پول حاضره، زمین حاضره و هیچ نیازی به دولت نیست، فقط تسهیلگری میتونه این کار رو انجام بده. اشتغال، هزار نفر اشتغال براشون رقم بخوره. جناب آقای مهندس جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان تهران، تقدیمتون میکنم. آقای محسنی بندپی، میگم ما یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگریمون بالاخره سواحله. یعنی ما دسترسی به آب‌های گرم داریم، سواحل شمالی رو هم داریم و خب انصافا یکی از مقاصد مهم گردشگری داخلیمون هم همین سواحلمون هست. اونجا نمیشه یه کار ویژه تری کرد، یه جوری بالاخره رفتار بکنیم که نمیدونم مثلا اونجا راحت‌تر فعالیت بکنن، سرمایه‌گذارا بهتر پیش برن؟ ببینید تو همین فصل هفتم مطلب خوبی رو اشاره کردیم. ما 850 کیلومتر خط ساحلی در شمال داریم، 4700 کیلومتر هم در جنوب داریم. 7 استان ساحلی، گیلان، مازندران، گلستان در شمال، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خدمت شما بگم بوشهر و خوزستان هم در جنوب و خلیج فارس و دریای عمان. خب این یه ظرفیت بسیار خوبی است. تازه کلی جزیره هم بودن. بله، جزیره‌های متعدد. آره. خب مثلا تو همون هرمزگان هم قشم داریم، هم کیشه داریم، هم اینا. خیلی یه قانون بسیار بسیار مترقی در قانون برنامه هفتم پیشرفت اومده تو هم ماده 83 بوده به منظور تشویق، تسهیل، مدیریت متمرکز، واگذاری عرصه، پهنه، صدور مجوز از درگاه ملی. شورایی در هر استان ساحلی شکل میگیره به ریاست استاندار. خب دیگه خدمت شما بگم که بروکراسی اداری و مرکز و امضای طلایی اینا همه هست شده. دبیری شورا هم به عهده مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
با حضور دستگاه زیربط. هر سرمایه گذاری برنامه‌ای داشته باشه، طرحی داشته باشه، اقدام به سازه تأسیسات گردشگری داشته باشه میتونه درخواستشو بده و در همونجا اتخاذ تصمیم میشه. این دیگه آیین‌نامه نمیخواد که ما بریم مثلا 1 سال گیر آیین‌نامه بشیم یا مصوبه‌ای در مثلا کمیسیون‌های اقتصادی یا به اصطلاح زیربنایی دولت. جزاتا این معنای اخراش یا معنای اونوریش میشه مثلا یه نفری آقای مهندس جوزی اگه بخوان تو اصفهان سرمایه گذاری بکنن باید برن از تهران مجوزاش بیاد که اونا میگین تو استان تصمیم میگیرن؟ نه، ببینید اونجا ببینید یه زمانی هست که محیط زیست اونجا این اختیار نداره، باید بفرسته برای محیط زیست مرکز. آها. اونجا دیگه ریاست استاندار مدیر کل محیط زیست اونجا که عضو جلسه هست همونجا اتخاذ تصمیم میکنه. آفرین. میشینه و واقعا هم دیگه خب چقدر از این استفاده کردن؟ این خیلی موقعیت خوبیه. بله الان ابلاغ شده، وزیر محترم کشور هم به 7 استاندار ساحلی نیابت داده که این کار رو بعضی از استان‌ها ما عجب. و خیلی میگم دیگه اصلا صدور مجوز از طریق مجوزهای واگذاری عرصه، پهنه، نمیدونم صدور مجوز در همونجا محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، خدمت شما بگم که بنادر دریانوردی، استان‌های ساحلی همونجا به ریاست استاندار دیگه همونجا دیگه اتخاذ تصمیم میشه. وقت مثلا استاندار یا اون مدیر کل استانی اگر یه تصمیم بگیره فرض بفرمایید با یه آیین‌نامه ملی در تناقض باشه، بعدن کسی هست باید از این بنده خدا دفاع کنه که این بتونه راحت تصمیم بگیره یا نه؟ وقتی که شما استاندار به عنوان نماینده عالی دولت دیگه از طریق دولت که نماینده عالی دولت هست و حجیایی هم دیگه دستگاه‌های زیربط هم که ذیل مجموعه دستگاه‌های مرکزی هستن این تفویض اختیار به اونها شده که همونجا اتخاذ تصمیم بکنه، به خاطر اینکه واقعا حرکت ظریف‌تر انجام بشه، بوروکراسی ها حذف بشه و این ظرفیت بسیار بسیار ارزشمندی که به لحاظ هم زیبایی، هم بکر بودن، هم دست نخورده بودن و جاذبه‌هایی که در بحث سواحل وجود داره، ما اصلا سواحلمون ما پشت به دریا الان داره زندگی می‌کنیم، از این ظرفیت داره هیچ استفاده‌ای نکردیم. واقعا همینطور. خیلی خوبه. بس این استانداران این 7 استانی که ساحل دارن هیچ بهانه‌ای نمیتونن بیارن بگن فلان جا گیر و گرفتاریم، خودشون میتونستن تصمیم بگیرن. اینا علاقمندن، خودشون پای کار اومدن و شروع کردن. بعضی از شما و دوستانتون اونجا فعالیت کردین بدونی که اونجا نکته جالبی رو آقای دکتر اشاره کردن. آقای مبی 70% جمعیت دنیا، بله. جمعیت کره زمین در حاشیه 60-70 کیلومتری سواحل زندگی میکنه. آره. ما با این همه طول ساحل و محیط جزایر که عددی که آقای دکتر گفتن تقریبا درسته، ما در جنوب رو من فقط آمارش رو میدونم که 1.5 میلیون نفر زندگی میکنن، یعنی کمتر از 2%. کل این 7 استان 12% جمعیت. 12%. یعنی ببینید چه ظرفیتی هست هم برای شهرهای هم برای سکونتگاه‌های ساحلی، هم برای در حقیقت ظرفیت گردشگری. نه میخوام بدونم الان مثلا همکاران شما توی این استان‌ها موفق شدن از این قانون استفاده بکنن، این آیین‌نامه استفاده کنن؟ عرض به خدمت شما که قانون برنامه هفتم در حقیقت نیست هنوز آیین‌نامه‌هاش به کندی داره میاد بیرون. فرمایش آقای دکتر کاملا صحیحه، کاملا درسته. واقعا استانداران خیلی با عشق و علاقه دارن این کار انجام میدن، ولی هنوز اون سرعت لازم، هنوز اون صدور مجوزات که در زمان درست بخواد بیاد بیرون، واقعا همگی گلایه میکنن و همگی پای کارن برای سرمایه گذاری، ولی همچنان یه مقدار اینرسی هست. خیلی متشکرم. صحبت به سواحل و استان‌های جنوبی شد. امروز ما یه اتفاق امنیتی ناگوار رو هم البته با رشادت نیروهای امنیتی در چابهار داشتیم که هم برای اونها آرزو موفقیت میکنم و هم آرزوی سلامتی دارم برای همه نیروهایی که حافظ امنیت و مرزهای کشور ما هستند. فقط من اینو واقعا احساس میکنم که هر موقعی که میخواد سواحل جنوبی ما مخصوصا تو استان سیستان بلوچستان یه حرکتی توش انجام بگیره، واقعا دشمنان عملیات تروریستیایی رو انجام میدن که فضا رو ناامن جلوه بدن و خیلی کار سختیه، پیچیدگی زیادی داره که انشالله با حضور مردم و حضور با عظمت و با اقتدار نیروهای امنیتی مشکل رفع بشه.
یه نکته دیگه با آقای مهندس جزئی صحبت بکنم، اونم اینه که ما در مورد این لوکوموتیو بودن صنعت ساختمان صحبت کردیم. یه ذره دقیق‌تر بخوام صحبت بکنیم، چند تا رسته شغلی، چقدر شغل و اینها وصل میشه به صنعت ساختمان؟ ببینید صنعت ساختمان موقعی که کنار صنعت گردشگری قرار میگیره در حقیقت تشدید میشه، مثل قانون فیزیک که میگن رزونانس ایجاد میشه. چرا؟ چون در صنعت ساختمان طبق مطالعات مرکز پژوهش‌های ما که به ریز این قضیه رو ما پیگیری کردیم، 150 رسته شغلی و صنعت ساختمان وابسته است به صورت پیشین و به صورت پسین. موقعی که کنار صنعت گردشگری قرار میگیره 30 شغل دیگه به صورت پسین به این اضافه میشه در زمان بهره برداری تأسیسات گردشگری. ببین شما موقعی خونه رو میسازید در صنعت ساختمان، خب شغل‌های پسینش کمتر از گردشگری. گردشگری موقع شما درست میکنید موقع بهره برداری یک هتل صدها نفر یا شاید هزاران نفر کار میکنن. برای همین صنعت ساختمان و صنعت گردشگری در حقیقت موقعی که متبلور میشه سیل عظیمی از اشتغال ایجاد میشه برای جوانای مملکت ما. بعد یه رسته شغلی بسیار جذابه، یعنی بسیار متنوع. ما گاهی وقتا فقط ذهنمون سمت این ساخت و سازی و نمیدونم آجر بنداز بالا پایین اینا میشه، ولی از طراحی دکوراسیون، از نمیدونم شیرالات، از همه اینها ظرفیت‌ها خیلی بزرگ این صنعته که واقعا امیدوارم بتونیم تو گردشگری ازش خوب استفاده بکنیم. متشکرم آقای مهندس جزئی. 1 دقیقه و 30 ثانیه تقریبا زمان داریم، فرصت استفاده کنیم. آقای دکتر محسنی بندپی اینجا هستن، نوروز هم نزدیکه، ببینیم که برای گردشگری عید و اینها چه برنامه‌هایی داشتن و دارن. بفرمایید. خب نمیدونم حالا در جریان هستید، معاون گردشگری وزارت خونه رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر نوروز هم هست، بنده با حفظ ثمر. بله. ما جلسات متعددی هم برای این کار هماهنگی کردیم، تشکیل دادیم. همین مسائلی که فرمودید برای اقلام و انبار و اینها به استقبال نوروز میریم. امسال چون هم تقارن پیدا کرده با ماه مبارک رمضان، هم رعایت آموزه‌های الهی و دینی و همین که سفر تو ذات همه ما، تو فطرت همه ماها هست دیگه. بالاخره بعد از 1 سال کار کردن همه به دنبال این هستن که از تعطیلات نوروز به درستی استفاده بکنن. انشالله با اون ویژگی ها یه هماهنگی هم کردیم با جامعه هتلداران مشهد و اونا اعلام کردن کسانی که قصد اقامت 10 روزه بکنن 40% تخفیف مراکز اقامتی رو خواهند داشت. اینم یه بحثی بود گفتیم اینجا اعلام کنیم که دوستانی که قصد 10 روز دارن از این همه هتل‌های مشهد همه یعنی تفاهم نامه داره کل میراث فرهنگی گردشگری و معاون گردشگری زیارتی استانداری خراسان که هفته پیش جلسه‌ای بود در همین زمینه این هماهنگی شده. و برای یه بحثی هم که داشتیم، نه به تصادف است که وزارت بهداشت متولی این کار هست. ما همیشه نوروزمون با حوادث تلخ مواجه هستیم. انشالله نه به تصادف رو که صدا سیما من دیدم خوب پای کار اومده، شاید فراهم کنیم که امسال حوادث جاده‌ایمون هم حداقل باشه. آمادگی کامل داریم برای هم استقبال نوروز 1404 و هم برای ماه مبارک رمضان. ممنون و متشکرم آقای دکتر محسنی بندپی. آقای مهندس جزئی از شما تشکر می‌کنم. خیلی مراقب خودتون باشین. شبتون بخیر.